بریدن تنت رو و بریدن کفنت رو و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت رو. نه روحی و کارت، نه عشقی و بارت، فقط شهوت مردانه و اندام تو یارت. بله، سلام دوستان عزیز. من امروز یک ویدیو کوتاهی باز به خدمت شما هستم. خواستم کوتاه به او فامیلای، به او پدرای این پیام خدا بتم، خدا کنه که زیادتر جوانا بتونن این حرفای مرا گوش بکنن و پیامی می است که بس کنن دیگه. باید یک جای دیگه ما استاپ بگوییم، یک جای ما استاد شویم که بگوییم دیگه بس از قدر سر زن ظلم کردن، قدر یعنی یک زن از هر لحاظ سر ظلم میشه. اگر او دختر کسی هست، اگر خواهر کسی هست، اگر خانم کسی هست، ببینی که وادی آخرش حقش گرفته میشه، حقوقش گرفته میشه، برش ظلم میشه. به خصوص به خانمای دختر خانمای افغانستان که بسیار پول کم، رقم کمی دختر خانمه که دی آهنگ خود بسیار شیرین می نوازه و میگه که با چند هایه و چند روپه دانش بند میکنن و کفنش برش جور میکنن و روانش میکنن پشت بختش. گفته دیگه از او پدرها خواهش میکنم دیگه که دخترای خود در افغانستان مروج است که در سن بسیار خرد میفروشن، 8 سالگی 9 سالگی. از او پدرای گرامی من خواهش دارم که بس کنن دیگه، استاپ بگوین به کلتور، استاپ بگوین به فرهنگ و نکنن که دخترای خود توتای جگرای خود و بسیار ظلم و بسیار بدون عدالت به قهاسانی دست یک ظالم تسلیم کنن که از او کده سنش بسیار بلند است که او به جای پدر کلانش میتونه باشه. دیگه باید یک جای نه یک جای دیگه باید استاپ بگویه تا که مردم بهانه جویی کنه که من پیسه ندارم یا دخترم نامش بد نشه یا نمیفهمم چی بهانه‌ای دیگره که ما مسلمان هستیم، کلچر ما یا مسلمانی ما ایره بر ما گفته. یعنی بهانه ها رو دیگه پیش رها کنن و خانما را، دختر خانما را، دخترای خود بسیار با عزت پیش خود نگاه کنن و با عزت و به دل خودش به کسی با ازدواج بتنشه که یک سن سال بالغ برسه، که حداقل 20 21 و 22 باشه، که یک جای بره او خوشبخت شوه و بتونه جامعه را بسازه. اگر یک طفل خرد یعنی او بسیار سن خرد داره او با ازدواج داده میشه و سر ظلم میشه و او تجاوز میشه بدون که بخواه، بدون که بدانه که چی هست، از نظر سن 9 سالگی 10 سالگی چی معنایی نداره و خود طفل است. یعنی با او طفل گناه، یعنی با او فامیل، با او پدر گناه میشه که او طفل خدا به یک نفر میتکسر از او هرچه که دلش شد بکنه. و باید دیگه ای وقتش رسیده که استاپ بگوین و نی بگوین و ای کلچر ای فرهنگ پس کنن. اگر از هر جایی که آمده، از همسایه ما آمده، پاکستان باشه یا همسایه دیگه ما که هندستان است آمده، اگر از همسایه روسلند که اونا همه می کارا را میکنن، اگر از اونجا آمده، از هر جایی که آمده باید دیگه افغانستان استاپ بگوین و پس کنن مروجه و به دخترها و به زنها احترام بانن. همین پیام خواستم براتون بگویم. موفق باشین.